درود میفرستم رفقا. درود رو داخل خشاب میکنم، داخل گلوله تفنگ میکنم، از لوله تفنگ درود رو شلیک میکنم به ذات تک تک شما دوستان عزیز. امیدوارم هرچی که باشید پر از انرژی و سالم و سلامت باشید، اول در کنار خانواده‌تون و بعد اینکه نشستین این ویدیو دارین تماشا میکنین. امیر محمد هم خوش اومدین به ویدیو دیگه از چنل خودتون رپ فارسی ریاکشن. رفقا اومدیم با ریاکشن به ترک جدید خرسه و لیتو. دیروز اومده به اسم اکسپلور همتون میدونین چیه. اکسپلور همتون میدونین چیه و اینکه گفتم بیام ریاکشنش رو داشته باشم. اینم من بزنم. از چنل سپر خرسه منتشر شده این ترک و اینکه بیایم اینجا رو بخونیم. بیت میکرها کچی بیتس که این نیست، کچ بیتس نوشته. پرودوی مسعود و پرودوی هومان. میکس مسترینگ هم فرید. گرافیک MIGEX میجکس و دیستریبیوشن هم EHQP. اسم ابی و سیاوش قمیشی اومده، خیلی هم عالی. امروز که این ویدیو داره پخش میشه، امروز شنبه است، یک شنبه این ویدیو پخش میشه و امروز یک شنبه ساعت بفکرم بعد از ظهر، ساعت یا 5 بود یا بعد از ظهر، کیروسینا قراره یه ترک بده، یه ترک 13 دقیقه‌ای فکر کنم که اسم ترک تاریخچه رپ فارسیه، نمیدونم یا کلا نوشته بود درباره کلا رپ فارسی. تا الان برید تو پیج اینستاگرامش میبینین که حالا معلومه چه جوری اون ترک طولانی فکر کنم باید باشه و حتما اونم ریاکشن خواهیم رفت، ولی دوشنبهش ریاکشن میرم، شاید برای سه شنبه بیاد یا دوشنبه شاید بگیرم، همون دوشنبه بیاد، معلوم نیست. خلاصه که گفتم در جریان باشید. نمیدونم ساب تایتل داره یا نه، حالا ما میزنیم ان شاءالله که داشته باشه. من صدا رو اوکی کنم. شست بریم. سپی خلص برنامز امشب به داداش میشه بگی؟ سیسا رو چپیه مطمئناً سپر خلصه است، راستیه لیتوه. این لیتوه دیگه اصلا معلومه دیگه. اوکی. برنامز امشب به داداش میشه بگی؟ دو کل بریم 10 تا جا، برو که رفتی مثل ابی میخوام خدافزی کنم نمیشه برو که رفتی مثل ابی میخوام خدافزی کنم نمیشه دافی چسبیده به هم سپیچه. میگه میخوام مثل ابی خداحافظی کنم نمیشه. ابی یه مدت میخواست خداحافظی کنه ولی خداحافظی نکرد، هی کنسرت گذاشت، هر کنسرتی که میذاشت صداش از چیزی که قبل از اون که میخواست خداحافظی کنه تو کنسرت بدتر و بدتر میشد، که گفتن خداحافظی کنی بهتره، ولی خب فعلا اتفاق نیفتاده. مثل ابی میخوام خدافزی کنم نمیشه دافی چسبیده به هم سپیچه. میگی سپیجو باید بپیچه، اینکه گل نی خانومی که میکه او برم دم در ویت راستش کم اوبر هم دم در ویت. اوبر میشه اسنپ خارجی ها. اینکه گل نی خانومی که میکه او برم دم در ویت راستش کم داره میشه ریتش، همینجور راستشو بگم لیته مگه دیته. وای دمش کم دافیه من تلش کرد، وای جمعش کرد منجر من دلش کرد، وای دمش کم. به این ترک گفت ترکی 6 و 8 نمیدونم، ولی من این وای بعد دقل میگیرم. اوکی. دمش کرد منجر من دلش کرد، وای دمش کرد دافیه من تلش کرد، وای جمعش کرد منجر من دلش کرد. گوشیشو بگیر که لو رفت عکس تو اکسپلورم، گوشیشو بگیر که لو رفت دارم حال میکنم با این ترک. مرس خلصه داره ورسش خیلی خفنه. عکس تو اکسپلورم. کار خلصه از اینجور ترک‌ها، این ترک‌ها حالا مثلا میگیم شبیه 6 و 8، کار خلصه روش خیلی خفن میخونه و ثابت شده است واقعا. بعضی موقع میخونه جور در نمیاد ورسش، ولی این خفن. دلش کرد گوشیشو بگیر که لو رفت عکس تو اکسپلورم، گوشیشو بگیر که لو رفت عکس تو اکسپلورم. من کف فلورم عکس تو اکسپلورم،
من کف فلورم دافی بگو چطورم. محتویات صفر ولی کسکل کار سفت، چقدر مثبت فازت من پی فرصت تازه. دافی میخواد بوستلش، سپی مکروس بکش بریم و برسیم خوبه ورس دوتاشون خفنه. دافی میخواد بوستلش، سپی مکروس بکش بریم و برسیم زود بهش. ورزشی خوب فرش، دختر خیلی شیطانه، عاشق لوی ویتانه، میبرمش ایستینیه میگم مارکاداش پیتانه. کارو باز کنم بررسی میگه بزی مرسی دنبال قافیه بیتانه بودم. میگم مارکاداش پیتانه. کارو باز کنم بررسی میگه بزی خیلی در دسترسی، دیگه ول دادم بردسی انیمالی به جا مجلسی. همش بلند تکس میاد میکن انیمالی به جا مجلسی. انیمالی اوه دادم بردسی انیمالی به جا مجلسی. انیمال میشه حیوان به انگلیسی. خب حالا بگیرید که انیمالی به جا مجلسی یعنی چی؟ یعنی همش بلند تکس میاد میکنه نامه نگاری، عکس با هم میخواد بهش میگم یاد چه گاری. دافولی قمیشی یاد چه گاری. او اسم قمیشی اومد. بذارین یه ابی داریم یا قمیشی، پس تا الان همه چی اوکیه. خوبه من داره ضبط میشه، من زندم. چه اینجور شد؟ عکس با هم میخواد بهش میگم یاد چه گاری. دافولی قمیشی بازه، پرواز دبی شیرازه، سنت یکم زیاده که بخوای مدل شی تازه. وای دمش گم دافیه رو معطلش کرد، وای جمعش کرد منجرم هندلش کرد. وای دمش گم دافیه رو معطلش کرد، وای جمعش کرد منجرم هندلش کرد. کاش تو این ترک کچی بیتس هم بود. در ولی کچی بیتس تنگ شده. تو این بیت به نظرم خفن میشدن اگه اونم بود. دلش کرد وای جمعش کرد منجرم هندلش کرد. از دفعه چیک میاد خوشم داشت، عرق بیا تو مشماش، بپیچیم و بشیم خوش اخلاق، آهنگا نداره مسما. ویسکی دیگه خلص جا نرم تو مشماش بپیچیم و بشیم خوش اخلاق، آهنگا نداره مسما. یا که من روی دراگم یا مدل خیلی درازه، همه توی کار بلاگن، دکتر اینجا نیازه. ولی گوشیشو بگیر که لو رفت، عکس تو اکسپلورم، گوشیشو بگیر که لو رفت، عکس تو اکسپلورم. من کف فلورم، عکس تو اکسپلورم، من کف فلورم دافی بگو چطورم. آجی عجب سم میشه. شد. خیلی ترک خفنی. من فکر نمی‌کردم اینقدر ترک خفنی باشه. تو اکسپلور احتمالاً باید پر بشه این ترک، چون ترک خفنیه. 8.75 من به این ترک میدم. دوست داشتم ترک رو، خودم گوشش میدم. و اینکه رفقا مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم شما هم لذت برده باشید از این ریاکشن و از این ترک. و نظرتون منو بنویسید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال رو ساب کنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا